سلام، خوش اومدید به جابیانوکس. این ویدیوی معرفی دوره نظریه زبانها و ماشین‌های کانال منه. خب اصلا این درس چیه؟ یه درس کلاسیک برای رشته مهندسی کامپیوتره که معمولا ترم 3 یا 4 ارائه میشه و دانشجو این درس رو برمیدارن و یکی از دروس پایه و مهمیه که دیگه در ادامه کار باش سر و کله باید بزنن مهندسین کامپیوتر. در مورد منبعی که من قرار ازش این دوره رو تهیه بکنم بخوایم صحبت بکنیم، کتاب فرمال لنگویج اند اتوماتا نوشته آقای پیتر لینزه که کتاب معتبریه تو اکثر دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کشور و خارج کشور هم از روی همین کتاب این درس تدریس میشه و کتاب خیلی خوب و روونی هم هستش. اومده مباحث رو توضیح داده، وسط همون توضیحاتش یک سری مثال رو هم آورده و انتهای هر قسمت هم چندین نمونه سوال گذاشته. اهمیت درس کجا خودش رو نشون میده؟ خب بخوایم تو همون درس های دوره کارشناسی نگاه بکنیم، درس نظریه زبان به صورت مستقیم روی درس کامپایلر تأثیر داره و اصلا کسی بخواد درس کامپایلر رو بگذرونه باید نظریه زبان بلد باشه. به جز اون توی ساختمان های داده و الگوریتم ها هم میشه رد پای این درس رو دید و اگر با مفاهیم این درس آشنا بود، درک درس ساختمان های داده و الگوریتم ها هم ساده تر میشن. اما بخوایم توضیح بدیم در مورد سرفصل ها، همونطور که گفتیم از روی کتاب آقای لینز میریم جلو. کتاب ایشون 13 فصل داره که ما از این 13 فصل 3 فصل، یعنی فصل 10، 12 و 13 رو در موردشون صحبت نمی کنیم به دلایلی دیگه. میشه یه جورایی اون فصل ها رو یه حالت اکستنشن در نظر گرفت برای کتاب. اون هسته اصلی درس نظریه زبان ها و ماشین ها رو تو همین فصل هایی که من توی این اسلاید قرار دادم میشه کاملا درک کرد. فصل یک فصل بسیار ساده ایه که بیشتر روی مجموعه ها و یه سری نمادها کار میکنه. خیلی سریع از روی این فصل عبور خواهیم کرد. فصل 2 و 3 فصلایی هستند که دیگه به صورت رسمی ما وارد این کورس میشیم. در مورد زبانهای منظم و گرامرهای منظم و اتوماتاهای متناهی با هم دیگه صحبت میکنیم. بعد ویژگی های زبانهای منظم رو میبینیم. اینجا با لم تزریق آشنا میشیم که بحث به شدت مهمیه. بعدش زبانمون رو یک لول میبریم بالاتر، در مورد زبانهای مستقل از متن، ساده سازی گرامرهاشون و فرمهای نرمال صحبت میکنیم. و در مورد پشت آن اتوماتا یا همون اتوماتا پشته‌ای صحبت میکنیم. و بعدش هم همونطور که برای زبانهای منظم اومدیم و ویژگی‌هاشون رو گفتیم، ویژگی‌های زبانهای مستقل از متن رو میگیم. و وقتی که دیگه به آخرای کورس رسیدیم در مورد ماشین تورینگ، اینکه هر مسئله‌ای رو میتونه حل بکنه، و در نهایت در مورد سلسله مراتب زبانها و اتوماتاها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. منتظر ویدیوهای بعدی درباره این درس باشید. با فصل 1 آشنایی با نظریه محاسبه Introduction to the Theory of Computation کورس رو آغاز خواهیم کرد.